همه وای اول میام دیگه. حوزه مردم خودتون کجا برفی؟ مردم خودتون ابرام دیگه. یک جای کم بود دیگه مردم اینجا. این اوغان داورو همونجا بود آمک؟ اینجا اوغانجا داورو بود اون هر کی صاحب شدگی بود. اون طرف تاوی شرقلا می داوردن. بوی منه؟ این طرفش ما اوچم کتی می داوردیم. من ایرش تاوی جلال می داوردن. ما این همه که رحیم می داوردن. این طرف تاوی ابراهیم همون باید که همین تریتور بود جای اوغان داور زمین داشتن. اوغانی می داوردن. حاضر یک کس نمی داورد از اون اوغانو گل کرد خورد. جوی با وقت تریتور جدا شدگی بود ها؟ دول کرده بود. 200-300 من می داوردن. همین دستا می ایستاد اول در ارغای می شیشت. همین بزرگاله مردم همونجا های نمیکرد. اوغان گشته بسته گرفتن بردن و با گاو مولشون های میکرد. تئوری حقانی هم خیلی بود. جایی که مثلا Bu göğsüyle کنی بالا بالا همون جنگل کتی های میکردن ها؟ گوساله ها همون جنگل تیورن پستین این طرف های میکردن این طرف کانو های میکردن. جنگل ارغای با گاو های میکردن. من اینجا سرچشمه اول میشیشت. ارغای اول میشیشت. شرق اول میشیشت. حاضر یگان خیلی اول خدا بود کمش گم شد برسو سال تین شد نقش شد بهار میام دید که دم میگیرد ترامو میام دید که هم برسوی برام دیگه یک تا نیست tam پای برس دنیش باش گم که کبود شود یا نه؟ یک تا کپه میزد 50 تا پاواز و 100 تا سکشک میخی گو بودم جنگل بتون تام میزد هرچی هم چیزا خلاص بودی تماشا به هم اول میشتن؟ تماشا حافظک به پیش اول میشتگی تماشا اول میشیشت هندلچوک به هم اول بودن؟ هندلچوک هم اول میشتن جوی بود این مور خورده گیدی ها؟ تب دلگه راست که ببینه پول نخوش کرست کریم پشمه که دیده سید نمین بطون خورد است درخته با رسیده که خودش پر افتازه خوراکی میخوردگی می؟ امید که چه خیلی میوهش مونده سو برگ زده است لخ لخ کرست این هم خیلی رفتن گرد درخت ها مهیب میشنده ها موری بینه اینجا بینه میوه تیشو کرده رونده است درخت خوش نده میبینه درخت میوه بینه چه خوش کرده لخ لخ کرست بای بای انا همین جای بینور و نمکی که شما امروز میبینید یک وقتا تقریبا یک 12 سال 15 سال از این پیشتر یک جای نور و نمکداری رو میمون اول ارغای نام دارد من اول خواهش داشتم که اصلا ساکنانی که در همین اول جایها زندگی کرده و سکونت کردگی هستند چشمانتان رو پوشیده و تصور کرده گوش کنید اگر با چشمانی کشاده گوش میکنید در خاطرتان نمیزند اول عجایب بود ما خردکک بودیم اینجا زیاده از 20 کپه آمده جایگیر میشدند از سحرگاه میخستیم تا به بیگاه خردکان در بازی کمپیران از پی مال و حال جوان مردان باشند از پی هیزم و علف و انمین دشت و جنگل و دیگر سحرگاه در تاریکی کمپیرها خسته و بوز می جوشیدند گاو می جوشیدند یک قسمی زنها گاو های میکردند قسمی دیگری بچگان باشد گوساله های میکردند اما که نوریلا چوف چوف کنان از سری همین از بالا دستی مال گردانده و با اون سمتی که نه گاو رفت و نه گوساله مال های میکردند مدت نگذشته هوا گرم شد در تسب هوا بچه ها بخواب بودیم ما در همین زیر تاقویی که میبینید
اینجا جوی ما حیباتی بازی میگفتیم، همون رسمان رو بند بسته و بازی میکردیم. در اول چلیک بازی ها میشد. بعد از ساعت های 11 و نیم اما که نورالله مال خود رو های کرده می آوردن. بوزجوشی سر میشد، کامپرها آوازهایشان بلند میشد، این بوز نماند وای بوز نماند، یک تلاطمی سخت در اول سر میشد بین. بعد از عبید در هوای گرما، وقتی هوای گرما گذشت، باز اما که نورالله مال را های کرده به سوی کوهسارو، بچه ها از انتظاری گاو و گوساله ها، کامپرها از پی گاو های ناآمده و گوساله های ناآمده به دیگر فیچر کنان میگشتند و چهار طرفی جنگل فرق می آوردیم، برگ میکردیم. در اون وقت ها اینجا گفته ایستادن که خیلی یک نور و نمک دیگر داشت. بیگان روزی ها که میشد، آوازی تق و توق خرها و انمون جوانانی که از دیه با خرها می آمدن از پایان سنگ غوطی که در پایانگه اول هست نمایان میشد. اینجا یک چیز رو نگفته گذاشتیم، در ساعت های 10 و 11 یک مسابقه غیر عادی بود از کوه کی پیشتر خر هیزم رو بار کرده و فراید. در اون وقت ها وقتی که اما کی سراج‌الدین همون وقت هم لیسخاص بودن، وقتی که اوازه لیسخاص می آمده است، از اکولوژیا آدم می آمده است پیدا می شد، کامپرها همه گرد و گوشه های کپه ها رو رفته و فرق های از شاخان درختان شکسته آمده شان رو در زیر بزغاله خانه ها روست کرده و هیزم های تر رو پنهان کرده، همه جا رو جای به جا کرده و ایستادن. اما که سراج‌الدین همون وقت ها یک سیاست وزنین هم داشتند، با اسب تق و توخونان پیدا شده می آمدن یک یک. احیان همین خیلی حادثه ها می شد. همون وقت هایی که این کس کم نما می شدن، بسیار جوانان از بالا بورس های کلان هم بریده می آمدن. هیزم کنی بسیار اوج گرفته بود در همون وقت های اول. از بالا، از همه بالا کپه ما بود، کپه بیبی تاجینیسا، بعد از وی خاله صفورا، بعد از وی باز یک خاله تاجینیسا، بعد از وی خاله صالحه بودن، اینجا خاله ینگی مایران بودن، از اون جانب خاله فاطمه بودن، اون طرف ینگی خلیچه، پایان زنی هم که عبدالوی چی او چی هم که عبدالشکور عبدالظهور ینگی خاصیت بودن، کپه اما که عبدالشکور ممکن همشون چی هم تو عبدو اما که عبدو بودن. در این پایینگاه دوسته کپی دیگر اینی بیا بود، اینی من کپی ینگی ملاحت همین یک تا کپه دیدم برام دوسته صالح اوچش گو صابر جون زمان خالی بیرجب، خالی تاشبیوی، بسیار یک اولجوی عجایب بود. باور کنید همین در پیش نظری من همون جلوه داده ایستاده است. اکو شاید اون روزای ما خوب بینیم دیگر، اما هر وقت که همین جهان گویم همون روزای یاد میکنم. مردها روزانه اوغنداوری میرفتند، هلاک و پرتو از اوغنداوری می آمدیم. بعد با دبوله همه هلاکی می آمدیم، بعد بیبی ها جنگ میکردن که بوزا دورمان جوشم این تکون وای تکون، بعد ملال میرسید. همون وقتایی که ما خورد بودیم بیبی ها نویره های جنگ میکردن که دور نرویتون. ما اون وقتا فکر میکردیم که بخیلی میکرده باشن. اکنون امروز ها من درک کرده استادم که فرزند کس میگویند، باز یگان غیلیدن غلطیدن یک سنگ زدن نشده باشد. به همین خاطر اول چیزی عجایب، اول گذشت و رفت، یک دوره ها بود گذشت و رفت. اینجا بازی ها میگذشت. وقتی اول کوچ باور کنید شخصایی بودن که حتی گیره هم میکردن، اشک هم میریختن. در آخرین روزی اول علاب میکردیم در میانه قوتن و شیرخانی و سرودخانی ها بود. افسوس که اون وقتا همین اسبابون نبود که ما نوار کرده مونیم که امروز برای شما نشان داده باشیم. اینجا اول جای ارغای است، ارغای. من همین ارغایی که شاید این بعد میدونید برای چی این سخنرانی گفتم، بعد از نسل ما بودگی بچه ها شاید این چیزها رو ندونن دیگر، از سببی که دیگر اول نیست که شاید همین چیزها سالها گذشته به گوشه های فراموشی رود، شاید به افسانه مبدل گردد، اما این حقیقت بود. بچگی های ما، بچگی های هم نسل های ما، برابر های ما از ما کلانترها در ان همین کوهسارها و در ان همین اول ها و با مال و با حال و با گاو و گوساله گذشتگی است. برای چی این نوارها رو کرده ایستادیم؟ شاید که به دل کسی رفته رسیده باشد، شاید که از همون خاطرات خوردی، شاید یکم موسفیدان کامپیرهایی باشند که دیگر قوت و مدار اینجاها آمدن رو ندارن، اما نوارهای ما رو تماشا کرده و خمار دل میشکنن. یک دور تام نو کلا بودیم دیگه دوست دارم هم میرم دیگر اصلا نمیتونید، من میدونم
من خیلی راه نکنه میرفتم که تو ریواش پر شد یک هفته بیشتر کم خوردی یگان دارم خوردیش نیست کپی یانگی جوی کپی یانگی این سنگ نگوی همون که سنگ دیوالی همون که اونجا به سودا قبضدیم سنگ دیوالی همون که از سیل بایرم که آب باید یانگی خاصی هست اینجا به اون گوهای تایش به دوتا باشیم از به اون سیزی من همونجا با سیزی دختری سریف تا که دیگ بزنده وای هم زنی من موقع همجا خمی کارسه بدیم میگو دیگی شیر بزنده وای لگنی خمی وای خمی کارسه میشه تنور همجا بدیم با هم یون لگن بشته بود میگو باید وقت میگو همین چهل پر ما کبه سه زر کرد برای میگو نکنم یعنی خالچه ماندم کی ماند کی عنیق نمیگو برای هفته میگو که همین لگن چپش از بالاش سه اون که چپا کرد دتی لگن مونده با بر آب نمود با دایره قطع مزون دختر با همه زنی من میگه جای لگن میدونستم بگو همجا کوفتم تیلا میسا با چیکار باشه اتش یعنی باشه باورگی کی باشه یعنی سی تا کاپو میشد من خدا کمپو بود من جای من هنوز یک بار داد دو جای کاپو ببین ملاحتون کاپشون همون شنو جای گوساله شنو صفا بود ایوان حوالی که تو دونه خود اگه خاص میکردی رحمان خلم شما مویون یه بالاش با حاکمه بود ما همینجا سر شده بودیم اما بالا حاکمه بود با یک چیز دیگه بود 300 تا کاپو برگشم دونه همونجا توش با یک خانه کردن هم باید بیرون شد همین شخص خانه پوشیده بودن عجیب بزن این نشانه از یعنی تاجی سنگوچ من همینجا تا کلام بودن تگم شخصا گاند کلام وای همین چشم با بورس بود وای هم تیگه وای دو تا بورس کلام بودم شورشگی که برد نایسا انا همون جای آورو بود همین کو همونجا بود دو بورس بود این خیلی بورس کلام این جنگل این خیلی بزیب این خیلی وای کلام باشم عسکری بورس 66 کتی اومده دوره من بچگی اومد در 66 اومده همونجا بریده که تو بچگی اینجا موشی بیامدن موشین این بالا میره تراکتور تیچلی خودرانتی اکی خیام سینو هایم کرد من تگی شهر رفته و خود فازدین پترکتی تو ویم رفتم هر بیگون اینجا 4-5 تا موشی می اومد همین رواج نه که پیر شده یالکای همین سال چه که سال رواج نه خوردن اسپید نکرده پیر شده لکای پیرا یا بسم الله فقط شاخچه خیلی کمتون خورده نشده دیگه پیرا جای رواج آمده اما پیری بعد فقط شاخچه‌اشو میخوره تمام شاخچه‌ش هم پیر چوب بوری اینجا شهر آقسو
шаҳри Оқсу омадем. Табиат дар пештара хеле тағйирот шудагӣ аз сабаби буриш кам будан, аммо ҳамин мур ҷангали камтар ғам додааст. ин ҷоҳе агар мур намехӯрдем, навор мекардем, дигар буд. Як хел ҷо аз ҷои якта дарахти хӯрдааст, ёнангеша нахӯрдааст. Сабаб аниқ не. Як хел ҷо як лух қир кардааст. Ку табиат бошад, надонам кун.
باشد دستتان درد نبیند. از روی نقل گذشتگان و کهنسالانی دهه نام دشت قاضی تنها در نیمه دوم عصر 19 پیدا شده است. پیش از آن نام دهه قرغان بوده است. آن وقت مساحت دهه تخمینا 2 گکتار را تشکیل میداد. در 4 گوشه دهه 4 مناره پاسبانی ساخته شده بود که مناره ها تخمینا 3 متر بلندی داشته سوراخی های ترکش داشتند. در مناره پاسبان ها می ایستادند. مناره ها را دیوارهای بین آنها ساخته شده به همدیگر پیوست میکرد. از طرف شمال دهه دروازه بود. قرغان همچون مرکز حربی و مشورتی و مصلحتی بیکیگری های مسچاه، فلغر، فون، کشتود، ماغیان و دیگرها استفاده برده میشد. در قسم شرقی دهه که حالا آن را مردم دشتی بالا مینامند، زمین های کارم و چراگاه موجود بود. این زمین های وقف گفته معنای کرایه، اجاره به یک وقتی معین دادن زمین به یگان نفر و غیره ها مینامیدند. بوده به اداره قاضیات امیر بخارا تعلق داشت. قاضی کلان بخارا این زمین ها را برای استفاده بری به مهلتی تا 3 سال به اختیار اداره قاضیات بیکیگری ها میداد. قاضی ها زمین ها را کشتکار میکنانیدند و بهاران رمه های خود را آورده در چراگاه طول میگرفتند. در برابر گذشت سالها دهه قرغان را به خرابی آورده نام قرغان از بین رفت. نام دشت قاضیان به دهه چسبید و دهه دشت قاضی نام گرفت. آخرین قاضی که زمین و چراگاه های دهه دشت قاضی در اختیار او بود قاضی فلغر قاضی امین تامینی می باشد. در ابتدای سالهای 20 قاضی امین حتی در این جا برای نگاهداری چاروار رباط پوشانیده بود که خرابه های آن تا امروز باقی است. دشت قاضی تاریخ قدیمی نیز دارد. سال 1983 در ساحل راست دریای زرافشان در قسم شمال و شرقی دهه دشت قاضی از دامنکوه ترکستان معلم مکتب اصلدین صدرالدینوف بازیافت‌های زیاد آرایشی دستمانه‌های از برنج ساخته شده را دریافت نمود. سال 1984 ضمن سروری باستانشناسی برجسته دکتر علم‌های تاریخ پروفسور عبدالله جان اسحاقی آموزش پیوسته این یادگاری آغاز یافت. در نتیجه 27 قبر کشوده شد که در اینجا 39 میت دفن کرده شده است. قبرها در چقوری از 1.5 تا 3 متر جای گرفته در حالت بطن مادری دفن کرده شدند. از آنها 21 قبر 1 نفره، 4 قبر 2 نفره، 1 قبر 3 نفره و 1 قبر 7 نفره دفن کرده شده بودند. در سر هر یک قبر 2-3 سنگ نیز گذاشته شدند. پیش از آن که مرده را گورانند در داخل قبرها از نوده های درخت گلخن می افروختند و سپس مرده را گذاشته خاک احمر می پوشیدند. مقصد از این گلخن گراندن گور را از جن و اجینه و بلاها پاک کرده باشد. خاک احمری پوشیدن رمز عنعنه های قدیمی قبیله های آتش پرستان بوده که تا امروز باقی مانده است. در نزد جسد پاره های گوشت حیوان از 1 تا 3 عدد کوزه ها و در داخل آنها شاید نوشاکی ها می گذاشتند. در اساس بعض مأخذ های خطی مردم شناسی و تدقیقات عالمان و مورخان به همین خلاصه آمدن ممکن است که پاره گوشت و کوزه ها از آن خاطر مانده شدند که گویا از این دنیا تا اون دنیای بعدی مرگی چند روزه راه است و این غذاها برای راه آخرت بوده است. این چنین معلوم بوده است که مرده را به سر و لباس و زیب و زینتی که در زندگی دارند گوراندند. از قسم زیادی قبرها شده و مرجان، حلقه و دستمانه و نشانه های از برنجی ساخته شده به دست آمده است. پس از گورانیدن مراسم های زیارتکنی فوتیدگان با افروختن آتش آغاز می یافت که در حدود گورستان 5 جای مخصوص خاکستردان دریافت گردیده از این شهادت می دهد. این طایفه ها گمان داشتند که انسان در آن دنیا از نو زنده می گردد و از آن خاطر فوتیدگان را به قبرها در حالت بطنی می گورانیدند. قبر 25 قابل توجه است. اینجا 7 نفر در حالت دست و پای قطع کرده شده حالت بطن مادر دفن کرده شدند. از 7 نفر دفن شدگان 1 نفرشان زن 30-35 ساله بوده، دیگرانشان مردند. تحقیقات های قیافه شناسان معین نمودند که باشندگان مدنیت دشت قاضی به نسل هندوآریایی منسوبند. شغل این طایفه اساساً چارواداری و کلالگری و معدنگدازی بوده در زمین ها میزیستند که تا حالا محل سکونت آنها پیدا کرده نشدند.
اصول دفن‌کنی این طایفه‌ها شبیه قبیله‌های صحرانشین که در اول‌های هزاره 3 پیش از میلاد در پهنای سیبیر و قزاقستان و ساحل‌های بحر ارال می‌زیستند و در علم باستانشناسی به نام مدنیت اندرونووا معلوم هستند خیلی مانندند. مدنیت این طایفه‌ها در موضع چکه سمرقند، مومن‌آباد ناحیه اورگوت جمهوری ازبکستان، چارباغ شهر پنجکین، آختنگی شهرستان و خیراقوم وا می‌خورد. در آموزش قبرستان دشت قاضی باستانشناسان عبدالله جان اسحاقی، پاتمکینا، رزاقوف، بابا مولایف، قربانوف اینچنین آنتروپولوژی شناخته خوجایف سهم گرفتند. در کافتوکاوی باستانشناسی تپه کمر دهه دشت قاضی خوانندگان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 49 و ساکنان دهه نامبرده نوروف، احمدوف، قاسیموف، بردیف فعالانه اشتراک کردند. دهه دشت قاضی امروزه در قسمت شمالی دریای زرافشان در بین دهه‌های در غرب روزیابناک و در شرق کشتودک جایگیر بوده تخمین در حدود زیاده از 100 گکتار مساحت دامن افروخته است. دشت قاضی دارای مرکزهای سودا، بیمارخانه، چایخانه، کلوب و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی میباشد. خطکرده‌های مؤسسه این دهه در سالهای گوناگون خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان از جمله رئیس سود شهر پنجکین، کارمند پروکراتور گنرالی، آموزگار دانشگاه‌های حقوق‌شناسی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، جانشین سردار شعبه میلیسی شهر خوجند، سرمحرر روزنامه فرج، کارمندان روزنامه‌های سمک، منوتو، کارمندان اداره انداز و غیرها کار و فعالیت می‌نمایند. خواجگی‌های دهقانی این دهه دارای زیاده از 6000 گکتار زمین چراگاه و 700 گکتار زمین‌های آبی میباشند. زمین‌های این خواجگی‌های دهقانی از کانال مرغدر که سال 1998 از ساحل چپ دریای زرافشان به واسطه لوله‌های آبگذر به دهه آب آوردند، آبیاری کرده می‌شود. با دستگیری صاحبکاران دهه از 4.5 کیلومتر مسافه آب آشامیدنی آورده شد که الحال دهه پر را با آب آشامیدنی تامین میباشد. نگفته نماند که آبی که از سال 1998 به دهه آورده شد از جانب چپ دریای زرافشان در وقت رئیس خواجگی بودن کمالوف قیام‌الدین گذرانیده شده بود. چنین شماریدن ممکن است که سال 2021 سال 2022 برای مردم دهه دشت قاضی سالی با برار بود، زیرا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان زمین‌های خیلی زیادی بیکار خوابیده که در قسمت دشت بالای دهه دشت قاضی وجود داشت آبیاری گردیده و به زمین‌های کاران تبدیل یافته شد و نهالکاری سر شد. همون زمین‌ها به گردش کشاورزی داخل کرده شد. این خیلی باعث خرسندی است